انسانی بسیار شدید، متواضع، هر بار که می‌دیدیش چنان با محبت، چه روزایی که سالم بود، چه زمانی که بیمار شد، بعد از اون قوی، ولی متواضع، با خوشرویی نشون میده. اینجا گفت در یکی از دیدارات که رفته بودم برای ولادتش چیزی که داشت می‌نوشت، یه چیزی نوشت به دو زبان می‌نوشت، انگلیسی باز. من اشاره کرد که بخونم. می‌دونم نوشته چرا زحمت کشیدی. هر وقت گرفتم پیشش خودشو بیدار میکرد اصلا. من در مراسم لوایت و فرودگاه گفتم شاید یه ماه قبل بود که رفتم به عیادتش و دخترش پروش بود. بعد گفت که ضعیف بود، خیلی ضعیف. دخترش سعی میکرد که دلگرمی بهش بود. سعی میکرد که بهش دلگرمی بده. من گفتم که آقای دولت میتونیم تصمیم بگیریم. مثلا که نگاه میکرد از شاه بود کنم. گفتم میتونیم فشار بدیم. فشار داد. محکم. این اراده بود. این اون ایمان بود عزیزان. بلا اون دست نمیتونست قدرت داشته باشه. با این همین بیماری. این یک نیروی دیگه بود در وجودش. حتی با یه هفته قبل در بیمارستان رسید. رفتم تو اتاقش، چشمش بسته بود. گفتن خیلی باز نمی‌کنه. گفتم آقای لورنس، دیدم چشم باز کرد. نگاه کردم. خود باش صحبت کردم. ببینید اگه از این داستان ها بخواهیم بگیم زیاده. من که نمیدونم، من که زبانم قاصره. سخنرانایی دیگه گفتم یا دیگه میتونم بگم من کیم که درباره او صحبت ولی یه چیز رو بدونید، یک انسان فوق‌العاده‌ای رو خدا فرستاده بود. درسته که با مغزی، با صابرین، درسته با عذاب، ولی خوب نگاه کنیم این از جانب خدا آمده بود. امروز هم پیش خداست. در پیشگاه شیخ ایستاده. سربلند مأموریتش تمام شده. امروز روی تخت خوابش نیست. وسایل بهش وصل نیست. دارو لازم نداره. سابق در پیشگاه شیخ ایستاده. امتحانش انجام داده. مأموریتش انجام داده. چی یادم بگیم از ایمان. بدونیم که هیچ چیزی که در دنیا هست و هر چیزی که پیش میاد از جانب خدا تصادفی نیست. این هم قبول کنیم. اگر خدای نخواسته کسی بیمار میشه تصادفی نیست. نیستم دلاتا گفت تو تورا همش دست منه. انی هشم رو بخواد تو تورا یه پارچه دو پارچه دیگه تو بشالله میگن انی هشم رو بخواد من رفیع تو هم، من دکتر تو هم، یعنی من شفا دهنده تو. اصلا دست خدا. اگه هر چی میدیم دست خدا از ما چی نخواهد؟ ایمان مثل دهنی خدا از ما چی نخواهد؟ پاکی دل، پاکی چشم، پاکی خیال. خدا از ما چی نخواهد؟ انابا، تواضع، فروتنی. خدا مشهد وقتی تعریف شد
میگه موشا بزرگترین ناویه، ناوی نبوت ایشته. یا موشه نمیدونم قد و بالای خیلی خوبی داره، یا سخنران خیلی خوبیه، نمیتونه حرف بزنه. چی میگه درباره موشه؟ موشه انا مئات یکلها آدمش بخواد. بخواد خدا تعریف موشه رو بکنه، دیگه این متواضع ترین شخص رو میدونه موشه رو بکنه. یعنی همینطوری. من فکر میکنم که یه ذره‌ای برای همه جامعه، اما وقتی ایمان داریم که همه چی از جانب خدا، وقتی ببینیم خداوند بازم فرستاده برامون استعدادهای زیاد رو داشته، این استعدادها میشد میتونست توی ایران کشف بشه، میتونست بیرون بیاد. امروز بارو خشم خدا را در یک درجه قرار داده، اما شاید این یک امتحان بزرگه. سعی کنیم از این امتحان درست برگیریم. نه این تصادفی شد، خودمون کردیم. کخی و اوزن یادی اصلا یه تخیل زد، من خودم انجام دادم. همش از روی حساب ایمان داشته باشیم، ایمانمون رو قوی‌تر کنیم، دلهامون رو پاک بکنیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، خوب همدیگر بخواهیم. اصلا مهمتر دعا کنیم برای ملتمون، دعا کنیم برای کشورمون. ازدن امروز نره لیبیان در حرزتی مدفونه، ولی اونجا چیه؟ جسم خودشون بالاست. توی ناوی چی میگه؟ توی هفتاره که میخونیم میگه میان همه دشمنان میخوان تو رو از بین ببرن. سیبیگوت یروشلایم، اطراف یروشلایم میان، قوم زیاد، تو نمیتونی کاریش بکنی. خدا میگه این وقت دیگه خودم باید انجام بدم. میدونی چی میگه؟ میگه شیخینا میاد روی حرزتی مانسته. بخونید میگه میاد روی حرزتی مانسته تا از اونجا تمام این دنیا را تکون بده و تمام دشمنات را از بین ببره. و چی میگه حرزتی؟ باید جای مهمی باشه، نه؟ باید جای مقدسی باشه. حقو دارم؟ اما عمر در شیخینا با الحرزتی و باید میگن از اونجا به تمیدش میدون میشه. اصلا شاید گنه دن زیر همونجا، گنه دن تو آسمون که نیست که خود رو اشتباه نندازیم. مگه دولت چی میگه برای گنه دن؟ میگه 4 تا رود ازش میومد، یکی به آفریقا، یکی به کجا، باید رو زمین باشه که گانوز ما نمیتونیم بیرون. شاید اومد. اما از همه اینا مهمتر درسی که میگیریم، راهی که راه کمک به دیگران، حتی در هر شرایطی، حتی در بیماری، خدا نکنه کسی بیمار میشه، امیدوارم همتون تن سالم بتونید کمک کنید به دیگران. امروز لبی لیبیان یه انسان فوق‌العاده، یه انسان مخصوص در بین ما نیست دیگه، در پیشگاه خدا سر بلند و میتونه جواب خدا رو بده و در روی پاکش روی راستگی میکنه. و همسرشون هم تسکیه میگن چند وقتا پیش بوده روز اومدم به خانم گفتم میدونیم بعضی وقتا هیچ چیزایی میشنم، بعضی یه گله هایی دارم، میبینم یکی میگه من خسته شدم از بیمار نگه داشتم. چطوری میشه؟ کارگر بیشتر بیاریم، ریحب بده. گفتم من وقتی این رو میبینم نمیدونم چی رو بی اختیار به فکر آنچه بکنم. یک بار نگفت خستم، یک بار نگفته دیگه نمیتونم. من نمیدونم شاید این انرژی بود که او میداد به همسرش، ولی این انرژی هم از جانب خدا در تمام مدت در هر شرایطی او پروش بود، همسرش پروش بود.
به این دلگرمیش میده، زندگیش رو روشن میده، البته عاشق هم سرش و اونجا بخونم تسبیح میدیم. امیدوارم که خداوند بعد از این خوشی ها رو بیاره همه بچه ها رو نگاه رو ببینیم، نتیجه ها بیان و یاد او همیشه خواهد بود. به پسرش ابرام که اینم یک زخوت بزرگی بود که همچین روایی فرزند او در بین جامعه ما باشه. آدم شب درباره پدرش صحبت کرد، وقتی سخنرانی میکنه، وقتی شعور میده، اگه گوش کنید ماشاءالله کسی که با خداست، همون ایمان، همون راه پدر، همون کارهایی که پدر کرده، خدا نگهدارش باشه، بهش تسبیح کنید. آمین. به دخترهاش آمده عروس عزیزم، به امیلیا، سلسن، پاملا، ونزا، به داماداش، به نوهاش. این نبی یک نتیجه هم دید. به این نتیجه رو ما با هم شریک بودیم. به برادراش که اونا همیشه در کنارش این اتحادی که اینا داشتن و دارن به امت خیلی وقتا می‌بینی نیست، نمیتونی ببینی، نمیتونی پیدا کنی. متحد فرق نمی‌کرد او در چه حالته، همه با هم یکی، به یک صورت، به خواهرهاش که چقدر دوستش داشتن. شاید باید بود که اول به مادرش تسبیح بگه. هیچ مادری دار نمی‌بینه، هیچ پدر و مادری دار نمی‌بینه، ولی باز هم میگم همه چی از جانبش، هر اتفاقی میفته تصادفی نیست، یه حرفی توش هست، یه منظوری توش هست. به همه فامیلشون، به همه دوستانش، به همه جامعه تسبیح میکنم. اشاره به بعد از این روزهای شادی و خوشی